مشیده مثل اونو بچه ما گم کردم نمیامومش 3 مشیده شب بچه میگو خبر نیست ای خدای کدم مسلمون کدم بنده خدای بچه می درک دوره التماس با ما یکو خبری خوش برسونی ای ابراهیم جون در هر جایی باشی اگر دیدیم یا که شنویدی یه خبر با ما برسون اسماعیل جان دادر جان امی صورت بچه مرا بمون اینو می موقع زد التماس میکنم پیشن التماس میکنم یک بار دیگه امی صورت بچه مرا پرتو کچی میشود خدا در هر جایی باشه خدا نگهبانت باشه اسماعیل جان خدا هر دعایی میکنی در خانه خدا و قبولش بگردونه در جونای عزیز مادر امی ابراهیم جان زنگم زده خیلی خطش صحبت کردیم بعد یا ویدیو دیگر هم کردیدیم خیلی ویدیو را امی ابراهیم جان ما یک بار ویدیو کرده بودیم در اینستاگرام و در یوتیوب اون پارت افته بودیم شد خب ابراهیم جان از این 3 ماه میشده گویم 3 ماه شد که به نام و نشان شده گه سترویکا در کار میکرده در مسکوا به چرا چش همه خیلی گریه و نالا و زار و نالا داره همه خیلی التماس کرده که التماس یک علاج کن ادرس های بچه ما یا میگم خاله جان ما همه سببیم از الله طلب کنیم فضل الله یکتا انشاءالله فرزندتون در که جای باشه پیدا میشه دعا کنین دعا میکنم میگه خواه ندارم نه شب خواه دارم نه روز خواه دارم میگه دعا میکنم گریه و نالا دارم خیلی التماس کرد که یک بار دیگه ویدیو کشه یک بار دیگه این ویدیو کردستم التماس میکنم ای شما برادر التماس برادروار التماس کردستم ای شما رحیموف ابراهیم جان اکتام جانویچ 17.05.2000 تالدش کودک ایوزیاخیه 3 ماه میشه و اینا بومشویشه 3 ماه شده لکای به نام و نشان شده نامعلوم دسترویکا کار میکردن هم که برامدگه پیش رفقاش نامعلوم که جا رفته گه چی کار کرده هیچ که نمیدونه یک گام خط خبر نیست یک گام رفیق این لله و این الیه راجعون امروز برادرای من خبری غمگین کننده دارم برای شما ابراهیم جان صورت عوضی میمونم خبری مرگش پیدا شد معلوم شد برادرای عزیز اوکراینا نامی 400 شهروند تاجیکستان 400 شهروند هلاک شده تاجیکستان در اینترنت پرتافت که همشون در جنگ همی بین روسیه و اوکراینا به هلاکت رسیدگان متاسفانه در همه روی خط ابراهیم جان هم هسته هم مادره که گریان و نالان ابراهیم جان ما یا این گفته مراجعت کرده ما فرزندش 20 آگوست سال 2025 به هلاکت رسیدگی بوده و در همه روی خطی هلاک رسیدگی بوده نامش برآمدگی الله صبرت ای مادره میدونم سخته و از بین گفتن ای گپ فهماندن ای گپ ولی من یک علاج کرده به یک راه واسطه مادرش فهماندم نمیدونم دیگه چی گم نمیدونم چی گم 400 نفر 80% بچه های یاشن در مسپیسکه بودگی و 80% بچه های یاشی تولداشون 2000 و 2001 تا 2004 2005 هم کردن کودک های انگیازی از 100 گلشون یک گلشون شفتگی نیست الله صبرتی به عزیزاشون به نزدیکاشون به پدر و مادراشون الله صبرتی همین روی خط من در تلگرام کانال خودم میمونم برای آسان یافته شدن همین ناموی همون شخص های به هلاکت رسیدگی من روی خط سکچت میکنم در تلگرام کانال خودم میمونم قدرون همونجا بینیم بعد مقصد یکی آدم های گمشده ای که ناموشون در همونجا هسته با میبینین سوی باشو من نمیدونم دیگه چی گم باور که نمیدونم من چی گم من